آنه بیای. دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 4 اپریل سال 2026 می باشد. قرار داریم در باغ من دهه چهارباغ ناحیه ورزوب در آن نهالخانه ای که من پرورش کرده ایستادم نهال های گیلاس می باشد و امروز ما نهال های گیلاس رو من این پیوندک ها هست من این گرفتگیش است امروز ما از نظر روزانده زیادتش رو میگیریم. من ببینید ما پریروز کنده بودیم امیر رو انخه میکنیم انا اینجا گیلاس بود پیوند بود این گرفتگی نبود چشمک نداشت ما امیر رو بریدیم تازه کردیم انا این علاقه سرخک شده است یعنی گرفته ایستاده است ما این دو تاش رو میکنیم تا انا این سرخک کلان شود این سرخک به مانندی کدام ما میشود من کلان شده است باز من برام ده اینا من پیوند من این پیوند است من این نشون دید انا این پیوند است من برام است من اینش انا اینش هم میکنم من انا همینجا یک تا نوکا کشته پیمان برام دست یک تا نوکا کشته پیمان برام است دیدید سفیدی دارد خلاص گپ این حال چهارو من بد نور کنم من این حال چهارو من با یک همچون کودک پرورش کرده ایستادم تو اینکه این گلوچه های ما کلان شود و تیرمو من به شما به فروش برورم من اینش هم بدید من ببینید انا که من کلانترش رو نشون دادم به شما دوستان عزیزی من از خارج کشور آوردم من این پیوند گرفته است نام گیلاس فولفر بهترین گیلاس است اینش هم گرفته است من این پیوندک ها من اینش سرخ شده است و تگش سبز شده است اینش رو میکنیم دوستان عزیزی من این گیلاس های ما می باشد پیوند هایی که ما کلان شده است برای شما من نهالخانه کردم طبق سفارش جناب عالی بود که نهالخانه میکنین بهترین نهال ها را میبیاری خدا خواهد فردا من به جناب عالی مراجعت کرده درباره یک قلاب شرکت رحمان 2016 مراجعت میکنم که پول های ما را گرفته مغازین انگور و باغ میکشم گفته سال 2019 خانه در ما فروخته بنا خریده بوده فریب کردن نمیتیاد فردا اگر شما تماشا کنید فردا من مراجعت میکنم به جناب عالی به رئیس شهر که رحمان 2016 مقصدینوف نصرالله پولهای ما رو گرفته است و بینای ما رو نمیتیاد برای آنکه وقتی که من خریداری کردم $750 بود حاضر $3,500 شده است بینا رو نمیتیاد فقط تنها با من جناب عالی و رئیس شهر میتونن این مسئله رو حل کنن همدوران عزیز در پناه خدا باشید من همین نهالخانه بود من پایانش رو با نهالخانه کردم در قبادیان نیز کردم اینجا نهالخانه رو ببینید چقدر نهالخانه کردم برای این همش مغازین در کار است که به خلق من خدمت رسانی کنم نرخ نهال رو ارزان کنم لیکن افسوس مقصد نصرالله و اون نیز عزیز زاده رستم پولهای ما رو گرفته بینا رو نداده ایستاده است 7 سال 8 سال شد نوسترایکش تمام نشده است تمام شده ایستاده است لیکن نمیتیاد همدیور عزیز در پناه خدا باشید این نهال های گلاس هایی که من پرورش کرده ایستادم مادری و از این نهال های مادری من به شما آینده گلاس های بهتری میکنم در تاجیکستان گلاس های باهای بهترین میکنیم تا اینکه تاجیکستان ما از جهت گلاس پیش قدم شود در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد مرحمت ماه دکبر از این گلاس ها خریداری کنید خدا خواهد بهترین چیزها رو من به شما پیشنهاد میکنم در پناه خدا باشید